من تا 28 سالگی خلأ برادر بزرگ رو داشتم. من تا 28 سالگی برادر بزرگی نداشتم که مسیر درست رو به من یاد بده. من تا 28 سالگی به خاطر نسل پدر مادرم که اون آگاهی خاصی رو نداشتن که به من مسیر درست رو یاد بدن جز تعلیم و تربیتم، به خاطر نداشتن برادر بزرگتر نمیتونستم مسیر درست رو پیدا کنم. من تا 28 سالگی هر مشکلی برای خودم پیش می اومد جرأت گفتنش رو نداشتم، چرا که از قضاوت کردن یا از سوء استفاده کردن بابت اون مشکل همیشه میترسیدم. من تا 28 سالگی همیشه خلأ اون رو داشتم که بتونم بدون قضاوت شدن، بدون مقصر نشون دادن خودم، خواستم رو بگم، مشکلم رو بگم، نیازم رو بگم و راهنمایی درستی رو به من بگم. من اینجا هستم که اون خلأ رو برای تو پر کنم. نمیگم انسان کاملی هستم، نمیگم برادر خوبی هستم، ولی طبق تجربه هایی که تنهایی به دست آوردم و به صورت تک فرزندی که زندگی خودم رو خودم مدیریت کردم، رفیقای خوبم رو خودم پیدا کردم، راههای درستم رو بعد از کلی شکست تازه راههای درستم رو پیدا کردم، یا شرایط های سختی که بوده و من یه حامی، یه کوه، یه پشتی که میخواستم به اسم برادر بزرگتر که نداشتم خودم برای خودم پیدا کردم. اینجا من و تو میتونیم با هم این سرنوشت رو رقم بزنیم، میتونیم این مشکلات رو با هم حل کنیم، میتونیم این خواسته ها رو با هم رد کنیم و مشکلات شخصی خودمون رو حل کنیم. من اینجا هستم تا به تو کمک کنم. من اینجا هستم که پشت تو باشم. من اینجا هستم حتی اگه کم، حتی اگه ناآگاه، حتی اگه با سواد کم، حتی اگه بتونم کوچکترین لحظه ای رو با تو بگذرونم، کوچکترین مشکلی رو برای تو حل کنم، به عنوان یه برادر بزرگتر بتونم با هم حل کنیم.